نبین علو شده تخش در میگیرم. عبادت نظرова بخاری یا پیچکا را دوست می‌دارد ولی فرزندانش نه. آنها چند سال است تلاش دارند خانواده از استفاده بخاری و انگشت خلاص شود و فاجعه‌های مرگومیر آدمان را در دود کومور دلیل می‌آورند. اما همانا در بخاری این خانه انگشت می‌سوزد. 30 سال رفتگی به خیلی نمیتونیم عادت کردگی. های سویتوگ نیست مجبوریم که با پیچکا را گیرون کنیم. خیلی احتیاط میکنیم. به خیلی نگاه میکنیم وقتی پیچکا را علو کردیم اول نگاه میکنیم که کوه کنجا نبروید دودش. خبرهای ناخوش فوت آدمان از دود انگشت او را هم تا جای ترسان و احتیاطکار کرده است. در این گوشه بازار کوشانیان دوشنبه کفشری بخاری ها در اوج است. تاجران میگویند بخاری هایشان راحت و بخطرند، اما خریداران از صفت و بخطری دیده بیشتر به نرخ دقت میدادند. یک سبب سر زدن فاجعه ها هم انتخاب و نصب نادرست بخاری و رعایت نشدن قاعده های بخطری بوده است. نادرست استفاده بودن همین پیچکا هستند، به خاطر که همین توربوها رو نادرست فصل میکنن یا پیچکا رو نادرست فصل میکنن. در همین حالت نو چکلی در بالا گفته گذاشتیم، اگر در این حالت باشد از بیرون برآوردن پیچکا اگر یک گردش باشد در همین حالت باشد و از دیوار خانه بیرون این حتما این نمیکشد، برای چی بروش هوا این رو اجازه نمیده که این دود خود را راست بیرون برآورد. دود برای شاپردان مردم سری وقت توزه نمیکنن. وقتی مثال دودا میگه خونه دود لغت میکنه پیشکار در توزه نمیکنن اپا نیست همین نمودو با هم با این حساب این توربوی ادنرز یا نفر مثال این حساب میشه همین وقت استیکو شکوه پا دود برآمدنش ممکنه اپا باید آهنی مونن. هنگام استفاده انگشت باید هوای خانه پیوسته تازه کرده شود و نباید طبق عادت پیش از خواب بخاری با انگشت پر کرده شود. این عقیده متخصصان است. با گفته آنها شخصانی که از انگشت استفاده میبرند باید کمی درباره خاصیت‌های آن تصور داشته باشند، وگرنه در صورت نادرست استفاده بردن این مواد که دارای ماده‌های زیادی کیمیایی است آن میتواند باعث زهرآلود شوی و مرگ آدم شود. وقتی که همو هیزم یا که انگشت ناپره میسوزد یعنی که برای سوختن اکسیژن نمیرسد اونجا با CO2 گاز نیو CO گاز یعنی با زبان تاجیکی گاز اوگارین نام دارد با مقدار کم هم انسان به ضرر آور است و راههای نفس کشی انسان را محکم میکنند. علامت هایی که انسان با اوگارن گاز زهرآلود شده ایستاده است نفس کشی قین می شود. انسان در حالت حسیات خودش را گم می کند، چی شده است نمی فهمد. بعد و 2-3 بار نفس کشی قطعی همه انسان حالت قابلیت حرکت کنی هم گم می شود، یعنی فلش می شود انسان. این علمی تاجیک میگوید یک راه پیشگیری از فاجعه ها در پی استفاده انگشت این است که این مواد پیش از فروش باید از ماده های زهرناک تازه کرده شود. این کار را باید با تجهیزات مخصوص و در کارخانه های کلان کنند. او یک نمونه چنین انگشتی کارکرد شده را به ما نشان داد که از ازبکستان آورده شده است. این انگشت مخصوص برای استفاده مردم عادی به فروش برآورده شده کاملا بی خطر بوده است.